سلام به دوستان و همراهان گرامی. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که کار ترجمه فارسی کتاب تاریخی و ارزشمند سفرنامه بلوچستان و سند نوشته هنری پاتینجر، جاسوس انگلیسی را به پایان رساندم. تصمیم گرفتم این ترجمه را به صورت کاملا رایگان در اختیار عموم قرار دهم تا هم محققین و دانشپژوهان و هم تمامی عزیزانی که به تاریخ پرفراز و نشیب بلوچستان علاقمند هستند بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند. لازم بیادآوری است که این ترجمه یک پروژه کاملا تک نفره بوده و طبیعتاً خالی از اشکال و اشتباه نخواهد بود. بنابراین از شما عزیزان و خوانندگان گرامی صمیمانه تقاضا دارم که اگر در حین مطالعه به اشکالات ترجمه‌ای، املایی یا مفهومی برخوردید، حتما در کامنت های همین صفحه یوتیوب و یا از طریق ایمیل به من اطلاع دهید تا در نسخه‌های بعدی آنها را اصلاح کنم. هدف من از انجام این کار و انتشار رایگان آن فقط و فقط آگاهی رسانی و کمک به گسترش منابع تاریخی است و هیچ گونه هدف یا نفع شخصی و مادی در این زمینه در کار نیست. امیدوارم این کتاب برایتان مفید و خواندنی باشد. با سپاس از همراهی شما. برای مطالعه و یا دانلود آن روی لینک زیر کلیک بفرمایید.